من توجیکم، زوده این دیارم. گرچند شهروندی دولت روسیه داشتم. شهادتنامه هیچ دولت را ندارم و موقتا مرا مقیم تاجیکستان نمودند. در دوره شوروی مکتب حربی و سیاسی و بعد اکادمیای نزد پرزیدنت روسیه را ختم کرده است و پدر 4 فرزند 3 نبیره است. من در کشور دور فرزندانم را در روحیه وطن دوستی و کمک به هموطنان تربیه کردم و این وابستگی داشت از حالت کسبی من. پس از پشتخوری دولت شوروی من در صف ارتش روسیه ماندم و از سال 1999 نفقه‌خوری حربی میباشم. زیاده از 20 سال حیاتم در صف قواهای مسلح ارتش شوروی و روسیه گذشته است. امروز دشمنان ملت ما و شما که در داخل و بیرون در منصب‌های گوناگون ادای وظیفه می‌نمایند، خودشان را شاه و تابشان را وزیر گمان کرده با بی‌عدالتی و قانونشکنی ها دست میزنند. به حاکمیت از حقوق مهاجران تاجیک پرداخته ابتدا سازمان تاجیک دیاسپورا را تشکیل داد. اولین جمعیت از گفتن کلمه تاجیک نهراسیده از گذشته هایش افتخار نمود. گرچند یکی میترسید و دیگر ما را مصلحت میداد از این نام پرهیز کنیم. رهبر جمعیت تاجیکان روسیه میافزاید فرو پاشیدن اتحاد شوروی و جنگ شهروندی تاجیکستان باعث شد که یک قسم مردم برای دریافت یک بردنان مهاجرت را انتخاب نمایند. آنهایی که برای دریافت ریسک و روزی خود بیرون از وطن رفتند، به شما نیز معلوم است که با مشکلات زیادی روبرو شدند. رو به هند آوردن صاحب دلان از بهر چیست؟ زندگی آینه را محتاج خاکستر کند. بله، آنها زیر تحقیر و آزار خودی و بیگانه ماندند. از همه مردم به حقوق متاسفانه خلق قدیمی و پرشرف تاجیک به شمار می رفت. در سالهای اول مهاجرت کرامت شریپوف خطاب به پرزیدنت تاجیکستان میگوید که در هوای سخنرانی‌های او درباره حس بلندی ملی و اتحاد و یگانگی و افتخارش از تاجیک بودن همچون یک شخص با ننگ بی‌طرف نایستاد و با حمایت از تاجیکان به حقوق در روسیه کمر بست. این همه بی‌عدالتی‌ها نسبت این مردم از دست خودی و بیگانه به داد آمده مرا وادار نمود آنها را از چنگال بدخواهان ملت خلاص نمایم. در نزد خود مقصد گذاشتم هر کاری از دستم می آمده را دریغ نمیدارم. راه یک است، میگفتم شب و روز، حمایت همدیاران خویش و راهی از عذاب و شکنجه و تحقیر ملتم. این حقیقتی بود که من با چشم خود دیده و با قلب خود احساس کردم. محض همین ناعدالتی ها و سرگردانی های بچه های تاجیک مرا برای تشکیل نمودن تشکیلات جمعیتی زمینه فراهم آورد. کرامت شریپوف می افزاید که به هر کسی که غمخوار ملت و دولت است هیچگاه کمکش را دریغ نمی دارد و همیشه دستگیریش می کند و با مقصد اساسی مراجعت خود را گفتنیم. امروز دشمنان ملت ما و شما که در داخل و بیرون در منصب‌های گوناگون ادای وظیفه می‌نمایند، خودشان را شاه و تابشان را وزیر گمان کرده با بی‌عدالتی‌ها و قانونشکنی‌ها دست می‌زنند. من باری از کسی منصب یا مقام طلب نکردم، اما برای حقوق خودم و همدیارانمان از مبارزه نهراسیدم. آنهایی که قانونشکنی می‌کنند این معنای آن را دارد که با خلق و دولت خود خیانت میکنند. کرامت شریپوف نوشته است من همیشه حقوق مهاجران را حفظ میکردم. در همه مشکلات ها بری آنها بودم. زمانی که نماینده های سفارت تاجیکستان در خواب ناز بودند، من الکی صدها مشکلی مهاجران تاجیک را حل مینمودم. پس چرا در چنین حالت از من پشتیبانی نکردند، دعوا نبردند؟ تنها حس بلندی ملی من سبب شده است تا این مشکلی های طاقت نافراسا را بالای سر من آورند. مرا بارها گفتند چرا دیگران خاموشند و شما باشید خاموش نمی ایستید. وقتی سخن سر حمایت حقوق مهاجر سرگردان می رود، من هیچگاه خاموش بودن نمی توانم. این راه من است، راهی که من انتخاب کردم، راهی که برای من مثل خانه ام است، مثل فرزندانم است. من این راه را که حمایت از هموطنانم است ترک کرده نمی توانم. صدقه که گوشن خدا آمده گوش قبول کنه، خدا رحمت کنه، شایسته لایی که جنت گرداند، از کفش کسان شهر برداند، قبرشون پر نور دارند، از همه ما راضی بگرداند. دو صدقه که خدا آمده درگاه خودش قبول کنه. الله اکبر. رحمت گیرید.
صد بدرانی دادن. آمین آمین. ما با همه خواهی دادم همه گذشتگی رو خدا رحمت کنه شرف رحمت کنه. از این نفس سیرا کنه در این بینا مردم کنه آخرشان آباد و معمول کنه. آمین. بچه هاشون این روزشون بینن کنه جان شما همه کاتون ساختن. آمین رب العالمین خیلی نازنین به رحمتی نه اینومی رحمتی کرامت شریف با اویلوی نیازمند رسانیده شد. اپا خودش نیازمنده یک 4 فرزند داره. یکون دو کنه داغشون خدا رحمتش کنه جاش جنت کنه. آمین آمین الله اکبر. خدا رحمت خدا رحمتشون کنه و خیرشون قبول کنه جوشون جنت کنه. میندو خدا رحمت خدا رحمت کنه کرامت شریف و مینداریم خیلی پروردگار جوش جنت کنه. مثلا که نمیدونستن که مثلا دنیا میگذره خدا رحمت خدا و خیلی کدامیش. ما مینداری خود رو به شریف و کرامت میرسونیم. خدا روحشون رو شاد گردونه جایشون رو جنت کند که در ماه شریف رمضان به ما کمک خود رو دریغ ندانستم. من نداری خود رو به کرامت شریف میرسونم. خدا رحمت مغفرت شایسته جنت گردونشون به ما کم بزارت رو یادان خدا میرسونم. هزار رحمت خدا برکتشون که خدا رحمت مغفرتشون کنه. اما شانه گردونه گوش پر نور و آخرت شا آورده. خدای خداوند رو در بازم خدا رحمتش کنه در رحمتی خدا باشه. باور قیامت یا آورد گردونه از سر پلی سیرات سیروز گردونه آسانش گذرانه پروردگار در این دنیا هم در او دنیا هم پروردگار آخرت آورد گردونه خدا هزاران رحمت مغفرتش کنه طریقه رحمت شایسته جنت کنه. این خیلی کرده بیشه و درگاهش قبول کنه. فرزندش ساق سلامت بیاین زنش خدا جاش جنت کنه. داری بهشت همه وقت بروش کشاده باشه. فرزندش صبری جمیل بود که خدا دولتی فرزندش زیاد کنه. خیچ خدا رحمت کنه. طریق رحمت شایسته جنت باشه. آمین برای بیلال. مینداری خود رو به شریف کرامت میرسونیم. رحمتی کلام که امروز از دنیا گذشتن خیر کرده او رو قبول کردیم. خدا خیر کرده اونا رو قبول کنه جوشون جنت باشه. خدا رحمتشون کنه. مینداری خود رو با کرامت شریف میرسونم که با ما کمزت ها یاری میرسونم من جوشون جنت کنم. این هم روی بای گیره فروش نه این لب نیست. آوردم پیچه زیفیت هیچی شوفر داکچو شوفری با مزید خورد تایور هیچ همسویا صورت ایزو На 2 недели хватило. Скотч. Коробка аст набуд, коробка бигем обшидё ки бари мам хеф. Ось мегирем эри. О яд коробка бигем обшидё бари мам. Нейса. Yok ya kafam
Hayra bachar karamati dikadar. Arkayı ki. Karomatlı şerifi. Karomat. Prince. Bak sonra. Taksim kaysin. Galo. Hayır bolot koy bak sonra faydot میگیرم. Bu kadar mükemmel. Sadaka vazmiti. Ребята, потом скажи, да. Спасибо. Sözün tezi. Возьмите я. Что надо? Вот. Sözü. Макарон. Я зайда бачнак ромати. Аромат шериф аромат. بریم بچه چیز در خوره بگیرین. بریم چیز در کورت نبگیریم بچه. بریم بگیریم. بریم بگیریم. نیسته دیگه یکم فازگاه. بگیریم باری با قلبش نماده تقسیمش کنین. چیکار نداره خیلی نیومده. سلامت باشید. خانه اتون بخدو.